امروز 31 دسامبر آخرین برگ تقویم سال 2025 میلادی ورق می‌خورد و مردم در سراسر جهان برای ورود به سال جدید آماده می‌شوند. در این سال رویدادهای مهم سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان و جهان رقم خورد که در این مجموعه خبری به آن می‌پردازیم. سلام و وقت شما بخیر. به مجموعه خبری بیشه از میز خبر خوش آمدید. امروز چهارشنبه 10 جدی 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 31 دسامبر 2025 میلادی. مشروع خبرها. در نخست، افغانستان در سال 2025 شاهد تحولات مهم سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک بود. در این سال امارت اسلامی تلاش‌ها را برای گسترش روابط منطقه‌ای و جهانی انجام داد که منجر به بهبود روابط افغانستان با کشورهای منطقه و جهان گردید. همکارم نسترن امیری در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم یک می‌بینیم. افغانستان در سال 2025 سال پر از تحولات سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک را پشت سر گذاشت. سالی که هم چالش‌ها و هم فرصت‌های تازه برای تثبیت و گسترش روابط منطقه‌ای و جهانی به همراه داشت. در آگوست این سال بر اساس پیام رهبر امارت اسلامی پایان دوره سرپرستی کابینه اعلام شد و پس از آن عنوان سرپرست برای اعضای کابینه کنار گذاشته شد. در این سال شمار از قوانین و طرزالعمل‌ها به منظور حکومتداری بهتر از جمله قوانین مرتبط با اجاره زمین‌های دولتی، محاسبه مالی و امور اقتصادی، عقد قراردادهای ادارات اماراتی و جلوگیری از قاچاق مواد غذایی و ادویه توشیح شد، اما سرنوشت قانون اساسی تا پایان سال همچنان نامشخص باقی ماند. کلمه سرپرست با حکومت استفاده نشه و به این معنی است که حکومت با صلاحیت تام و کامل اجراعات خود را پیش میبره و همچنان زمانه امتحانی حکومت درگذشت چون ثابت شد که هم در بخش‌های امنیتی، در بخش‌های اقتصادی و در بخش‌های مدیریت اداری و همه مسائل حکومت داری بزرگان و مسئولین همه خوب درخشیدن و تا حال امور بسیار به گونه خوب پیش بردن. طی سال 2025 میلادی 7 عنوان قانون و 3 عنوان طرز العمل را پس از توشیح از طرف علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی در جراید رسمی چاپ و نشر کرده و در اختیار عموم مردم قرار داده است. در این مدت همچنین ده فرمان علی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله تعالی پس از توشیح در جراید رسمی چاپ و نشر گردیده. در بخش امنیتی عملکرد امارت اسلامی بهبود یافت. کشت مواد مخدر تقریباً به صفر رسید و عملیات‌های برای سرکوب داعش در بخش‌های مختلف کشور انجام شد. با وجود تلاش برخی کشورها برای ناامن جلوه دادن افغانستان، سران منطقه از جمله رئیس جمهور روسیه از اقدامات امارت اسلامی در مبارزه با داعش و مواد مخدر ستایش کرد. در سپتامبر همین سال ماموریت رضوا اتنبایوا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان پس از 3 سال در حال پایان یافت که تاکنون جایگزین برای وی تعیین نشده است. همچنین ماموریت اتنبایوا همواره با انتقاد مقام‌های امارت اسلامی همراه بود. در سطح منطقه روابط افغانستان و پاکستان وارد یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود شد. پس از حملات هوایی پاکستان در 9 اکتبر به خوست، جلال آباد و پکتیکا و نقض حریم هوایی کابل، امارت اسلامی در 11 اکتبر در امتداد خط فرضی دیورند واکنش نشان داد. در 15 اکتبر دو طرف بر سر آتشبس 48 ساعته توافق کردند و در 19 همین ماه مذاکرات دوحه با آتشبس فوری و سراسری انجامید. هرچند دو دور بعدی گفتگوها در ترکیه به نتیجه ماند و روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور به پایان ترین سطح رسید. تیر شپې عملیات افغانستان اسلامي امارت له خوا نه پیل شول. هغه انتقامي عملیات چې د دوی د نقض د حریم ځواب وویل شو چې زموږ حریم دوی نقض کړی او دا بریدونه په ټول امتداد د کرښې کې اجرا شول او د موږ د معلوماتو له مخې 100 نه زیاتې پوستې تصرف شوي دي د مجاهدینو له خوا نه او 58 د دوی نظامیان له منځه تللي دي. د مالیې محترم وزارت ته هدایت کوم چې له 3 میاشتو وروسته له پاکستان څخه واردېدونکي دوا محصول نه کړي او هیچ چاته یې د واردولو اجازه ورنه کړي.
از رویدادهای بحث برانگیز دیگر این سال قطع سراسری اینترنت فایبر نوری و شبکه‌های مخابراتی به مدت 2 روز در 7 میزان بود که باعث توقف فعالیت بانک‌ها، گمرک‌ها، سرای شاهزاده و لغو پروازها شد و واکنش گسترده شهروندان را در پی داشت. در سیاست خارجی نیز امسال برای امارت اسلامی سال مهم بود. روسیه نام امارت اسلامی در 14 حمل را از فهرست سیاه حذف کرد و به عنوان نخستین کشور این حکومت را به تاریخ 13 سرطان به رسمیت شناخت و سفیر افغانستان را پذیرفت. همزمان ترکیه نیز سفیر امارت اسلامی را در این کشور پذیرفت. پاکستان روابط دیپلماتیک خود را به سطح سفیر ارتقا داد و قزاقستان وعده پذیرش سفیر افغانستان را داد. در همین سال نروژ یک دیپلمات و آلمان 2 نماینده قنسولی معرفی شده از سوی کابل را پذیرفتند. روابط با هند بهبود یافت، سفیر جدید معرفی شد و چند تفاهم نامه به ویژه در بخش دارو میان دو کشور امضا گردید. همچنین روابط کابل و دوشنبه با سفر مقامها و تبادل هیئت‌ها وارد مرحله تازه از همکاری متقابل شد. دموږ 2 کسه دیپلماتان چې آلمان ته رسیدلي دي، دا دیپلماتان به هلته په سفارت او کنسلګرۍ کې خدمات وړاندې کوي. هلته موږ 15 لکه شاوخوا هیوادوال لرو، د هغوی اړتیاوو ته به رسیدګي کوي او موږ به په راتلونکي کې د آلمان سره خبرې اترې او مذاکرات لرو. رویداد مهم دیگر این سال 2 بار سفر هیئت آمریکایی به ریاست آدم بولر نماینده رئیس جمهور این کشور در امور زندانیان بود. در نتیجه دیدارهای وی با مقام‌های ارشد امارت اسلامی 3 شهروند زندانی آمریکایی در افغانستان آزاد شد. پس از سفر نخست این هیئت بود که آمریکا در اقدام کم پیشینه جایزه تعیین شده برای دستگیری سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی امارت اسلامی و 2 عضو ارشد امارت اسلامی را لغو کرد. ما با ایالات متحده آمریکا در تماس هستیم، هم مستقیما دو جانبه نشست ها داریم و هم در بعضی پروسه ها مثل پروسه دوحه که همه کشورها در او داخل هست، در او هم مجالس داریم. با وجود آغاز تعاملات دیپلماتیک محدود و محتاطانه کابل و واشنگتن در این سال، اما رئیس جمهور آمریکا بارها از بازپسگیری پایگاه بگرام سخن گفت، موضوعی که بسیار بحث برانگیز شد. مقام‌های امارت اسلامی اما قاطعانه هر گونه حضور نیروهای خارجی در افغانستان را رد کردند. ما پایگاه هوایی بگرام را مفت و رایگان به آنها دادیم. به هر حال در تلاش هستیم آن را پس بگیریم. شاید این یک خبر فوری کوچک باشد. ما در حال پس گرفتن آن هستیم، زیرا آنها از ما چیزهایی می‌خواهند. ما می‌خواهیم آن پایگاه را باز پس بگیریم، اما یکی از دلایل اصلی این است، همان طوری که می‌دانید این پایگاه فقط 1 ساعت با مکانی فاصله دارد که چین سلاح‌های هسته‌ای خود را تولید می‌کند. نمایندگان امارت اسلامی در سال جاری در شمار از نشست‌ها و مجامع مهم منطقه‌ای و بین المللی اشتراک کردند که از جمله میتوان به نشست فارمت مسکو، 4مین نشست مجمع گفتگوی تهران، 7مین نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی در آذربایجان، نشست اقتصادی کازان، 4مین نشست روند دوحه، نشست‌های 3 جانبه چین، افغانستان و پاکستان در کابل و پکن و همچنان نشست سازمان همکاری اسلامی در ترکیه اشاره کرد. همچنین کابل نیز در این سال میزبان مقام‌های ارشد کشورهای مختلف از جمله پاکستان، چین، ایران، ازبکستان، روسیه، قزاقستان و قرقیزستان بود که با باور آگاهان روابط بین الملل نشان دهنده گسترش تعاملات منطقه‌ای امارت اسلامی است. روابط با قطر، با ترکیه، با ایران، با عربستان سعودی، با خود روسیه و کشورهای آسیای میانه و هندوستان بسیار به اوج خود بود. روابط بسیار خوب داشتند، سفرهای بسیار زیاد صورت گرفت و همچنان کشور مخالف مثل تاجیکستان روی خود به شکل مثبت تغییر داد و به طرف امارت اسلامی آمد از او مشکلاتی که داشت. از این لحاظ رفت و آمد و به حساب دید و بازدیدها 1 سال پرثمر بود. سال 2025 برای افغانستان سال پر از تحولات و تجربه های تازه بود، از تثبیت اداره و مبارزه با چالش های امنیتی گرفته تا گسترش روابط دیپلماتیک در سطح منطقه و جهان. اکنون در آستان 2026 پرسش این است که آیا این دستاوردها می تواند راه را برای حضور پررنگ در افغانستان در عرصه بین المللی هموار سازد؟ آینده پاسخ خواهد داد.
سال 2025 برای اقتصاد افغانستان با وجود منجمد ماندن 9.5 میلیارد دلار دارایی‌های کشور سال نسبتاً پرتحرک بود. در این سال اقتصاد کشور حدود 4.3% رشد کرد و تورم نیز در سطح پایین میانگین 2% باقی ماند. ناهید اندر به این موضوعات پرداخته است. سال 2025 برای اقتصاد افغانستان با وجود منجمد ماندن 9.5 میلیارد دلار دارایی‌های کشور در غرب سال پرتحرک بود. گزارش تازه بانک جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان در این سال حدود 4.3% رشد داشته که عمدتاً از فعالیت‌های داخلی و رونق نسبی بازارها به دست آمده است. تورم نیز در سطح پایین قرار گرفته و به طور میانگین 2% برآورد شده، یکی از کمترین نرخ‌ها در منطقه. در بخش مالی، عواید مالیاتی داخلی به 17.1% تولید ناخالص داخلی رسید که نتیجه اجرای سختگیرانه‌تر قوانین مالیاتی است. با این حال، کاهش کمک‌های خارجی ظرفیت بودجه را محدود کرده و وابستگی به مالیات‌های تجاری و حمایت اهدا کنندگان همچنان ادامه داشت. په 2025 زیږدیز کال کې په افغانستان کې د انفلاسیون کچه 2% ښودل شوې ده چې دا د سیمې د هیوادونو په کچه د غوره انفلاسیون لرونکو هیوادونو په کتار کې افغانستان ته ځای ورکړی دی. افغانستان در سال 2025 شاهد امضای 10 قرارداد اقتصادی بود. از آغاز پروژه افغان ترانس و بیش از 30 توافقنامه تجاری با ازبکستان گرفته تا تفاهم نامه تولید 10,000 مگاوات برق و قرارداد 165 میلیون دلاری با قرقیزستان. این توافقها نشانه ای از تحرک تازه اقتصادی افغانستان در سال گذشته به شمار می رود. مقامات امارت اسلامی در سال 2025 در شمار از نشست‌های بزرگ اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اجلاس بین‌المللی اقتصادی روسیه، مجمع بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ، نشست وزرای تجارت سازمان همکاری‌های اقتصادی، نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی، انجمن اقتصادی قرقیزستان روسیه و نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی در آذربایجان اشتراک کردند. نشست‌ها و دیدارهای بیشتر با کشورهای همسایه و همچنان برخی طرف‌های بین المللی حضور داشتند و بیشتر از این گفتگوها البته عملی و میتونیم بگیم که واقعی بینانه بود، مثلا تجارت، ترانزیت در قسمت مرزها و موضوعات بانکی و همچنان در قسمت امانگی‌های بشردوستانه. در سال 2025 افغانستان میزبان چندین نمایشگاه ملی و بین المللی بود، از جمله 4مین نمایشگاه امام ابو حنیفه، نمایشگاه صنعتی و تجاری 7 روزه، نمایشگاه صحت افغان، هفته صنعت و تجارت و نمایشگاه مشترک افغانستان قزاقستان. به گفته مسئولان، این رویدادها با هدف معرفی تولیدات داخلی، جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از صنعت ملی برگزار شدند. در این سال همچنین نخستین نشست ملی کار برگزار شد و تفاهم‌نامه‌های برای ایجاد اشتغال برای 1 میلیون نفر امضا گردید. وزارت کار و امور اجتماعی نیز در 28 جولای امسال روند ثبت نام برای اعزام 2000 کارگر ماهر افغان به قطر را آغاز کرد. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ چې د قطر هیواد سره تر رسمي تفاهم وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت په درې بیلابیلو پړاوونو کې د هیوادوالو نوملیکنه ترسره کړه چې یاد بهیر پای ته رسیدلی ده او د راتلونکي لپاره که چیرته کاري فرصتونه ترلاسه کیږي د کار او ټولنیزو چارو وزارت به رسمي اعلامیه خپروي. در اواخر سال 2025 تنش میان امارت اسلامی و پاکستان منجر به مسدود شدن مسیرهای تجاری توسط اسلام آباد شد، اقدامی که زیان سنگین به بازرگانان دو طرف وارد کرد. با این حال امارت اسلامی با استفاده از مسیرهای بدیل جریان تجارت را حفظ کرده و از خسارات بیشتر جلوگیری نمود. در 12 نوامبر 2025 معاون اقتصادی ریاست الوزراء اعلام کرد که طی 3 ماه آینده تجارت با پاکستان به ویژه در بخش دارو به گونه کامل متوقف می شود و تا زمان ارائه تضمین رسمی از سوی پاکستان هیچ گونه تجارت از سر گرفته نخواهد شد. د مالیې محترم وزارت ته هدایت کوم چې له 2 میاشتو وروسته له پاکستان څخه واردېدونکي دوا محصول نه کړي او هیچ چاته د واردولو اجازه ورنکړي. پس از بسته شدن مرزها با پاکستان، افغانستان تجارت خود را به طور چشمگیر از طریق بندر چابهار و کشورهای آسیای مرکزی گسترش داد. در همین راستا وزارت صنعت و تجارت در یک نشست خبری اعلام کرد که ایران برای تسهیل تجارت افغانستان از مسیر چابهار 50% تخفیف در تعرفه‌های صادرات و واردات در نظر گرفته است.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ورستیو هڅو له مخې د ایران له لوري د شابهار بندر له لارې د ترانزیټي لګښتونو په کچه د ایران د نورو بندرونو په پرتله 50% پری تخفیف ورکول شوی دی. در ادامه تلاش‌های امارت اسلامی برای تنوع بخشی به شرکای تجاری و کاهش وابستگی به یک جانبه گرایی اقتصادی، افغانستان گام‌های مهم در جهت گسترش روابط با هند برداشت. در همین چارچوب یک تفاهم‌نامه 100 میلیون دلاری میان شرکت‌های افغان و هندی برای واردات و تولید دارو به امضا رسید. علاوه بر آن، این همکاری ها نه تنها نشان دهنده تقویت رابط اقتصادی میان کابل و دهلی نو است، بلکه در عمل توانست بخشی از خلای ناشی از توافق واردات دارو از پاکستان را نیز جبران نماید. در صورت عدم مبادلات تجارتی و اقتصادی با پاکستان میتونه تعاملات تجاری خود با همسایه های دیگی که در اینجا وجود داره را تامین بکنه و ما شما شاهد هستیم که هند در قسمت تامین روابط اقتصادی، مخصوصا در قسمت تامین دوا و امثال از اینا، بخش مهمی از نیازهای افغانستان را تامین می‌کند. امارت اسلامی طی یک سال گذشته توانسته است با ایجاد امنیت سراسری، ساده سازی روندهای اداری، تسهیل در ثبت شرکت‌ها و تضمین حفاظت از سرمایه‌ها زمینه مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم سازد. در کنار این اقدامات، امضای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری‌ها با کشورها چون چین، ایران، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و برخی دیگر از کشورهای منطقه نشان دهنده گسترش تعاملات اقتصادی افغانستان با منطقه و جهان می باشد. سال 2025 برای امارت اسلامی ترکیب از دستاوردها و چالش‌ها بود، از رشد صادرات، خودکفایی بودجه‌ای و توسعه پروژه‌های بزرگ گرفته تا ثبات پولی و تورم پایین. در مقابل، محدودیت‌های بانکی، عدم شناسایی رسمی حکومت، فقر و بیکاری و فشارهای سیاسی و تجاری همچنان از چالش‌های جدی باقی ماندند. در نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های بسیار بزرگی شرکت کردند. در طریق از این کنفرانس‌ها و مجامع بین‌المللی که در اینجا حضور داشتند، تجار بین‌المللی و سرمایه‌گذارهای مختلف جذب سرمایه‌گذاری کردند در افغانستان و شرکت‌های زیاد در بخش معادن و در بخش‌های مختلف فعلا آمدن و می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند، می‌خواهند پروژه بگیرند. با گذشت یک سال، اقتصاد افغانستان در موقعیت قرار دارد که همزمان فرصت‌ها و چالش‌های بزرگ را تجربه می‌کند. از یک سو رشد صادرات، افزایش درآمدهای داخلی و تلاش‌های گسترده برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نشانه‌هایی از حرکت به سوی خودکفایی اقتصادی را به نمایش گذاشته است. پروژه‌های مهم در بخش معادن، زراعت، انرژی و صنعت چشم‌انداز روشن از احیای اقتصادی ترسیم کردند. از سوی دیگر، ادامه محدودیت‌های بانکی، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش چشمگیر کمک‌های خارجی موانع مهم در مسیر ثبات و رشد اقتصادی به شمار می‌رود. همچنین فقر، بیکاری و نارسایی در بخش بانکداری از جمله چالش‌هایی اند که نیازمند اصلاحات و مدیریت دقیق‌اند. در کنار رویدادهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی، سال 2025 میلادی برای افغانستان سال همراه با فرصت‌ها و چالش‌های اجتماعی بود. همکارم رامین رستمی در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم یک جا می‌بینیم. در کنار رویدادهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی، سال 2025 میلادی برای افغانستان سال همراه با فرصت‌ها و چالش‌های اجتماعی بود. سال که از محدودیت‌های آموزشی و بازگشت گسترده مهاجران تا مسائل گردشگری، رویدادهای طبیعی و تلاش‌های بازسازی را در بر گرفت. در این سال محدودیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم برای 4مین سال متوالی ادامه یافت، اما در مقابل تمرکز حکومت بر آموزش دینی در سراسر کشور افزایش یافت و هزاران دختر و پسر به فراگیری دروس دینی مشغول شدند. بر اساس آمار وزارت معارف، از آغاز سال تا کنون 238 مکتب و مدرسه در 19 ولایت به شمول کابل با هزینه 2.5 میلیارد افغانی از بودجه عادی حکومت، کمک‌های نهادهای مددرسان و همکاری‌های مردمی احداث شده است. همچنین به گفته منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف، در 31 ولایت از جمله کابل 970 مکتب با هزینه 270 میلیون و 746 هزار افغانی از بودجه عادی حکومت، کمک‌های نهادهای مددرسان و همکاری‌های مردمی ترمیم و نوسازی شده‌اند. د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت هڅه کوي ترڅو د زده کوونکو لپاره معیاري، خوندي او سالم زده کړیز چاپیریال برابر کړي.
در سال 2025 افغانستان شاهد بازگشت گسترده مهاجران بود. بر اساس گزارش تازه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در این سال نزدیک به 2.8 میلیون افغان از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. اما سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان به خبرگزاری آفاق گفت که از آغاز سال 2025 میلادی تا کنون از کشورهای پاکستان، ایران و ترکیه 1,821,107 تن که 392,720 خانواده را تشکیل می‌دهند به کشور بازگشتند. به گفته وزارت مهاجران از این میان 179,217 خانواده از پاکستان، 213,221 خانواده از ایران و 282 خانواده از ترکیه به افغانستان بازگشتند. بر اساس گزارش این وزارت در میان بازگشت کنندگان 1,245,842 تن آنان مجرد بودند. مونږ په ټولو ملي او نړیوالو سازمانونو غږ کوو چې د کډوالو ملاتړ ته لومړیتوب ورکړي، د هغوی د تعلیم، روغتیا او د کار فرصتونو په برخه کې جدي توجه وکړي او د هغوی د انساني حقونو د خوندیتوب د تضمین لپاره هلې ځلې وکړي. در کنار چالش‌های مهاجرتی در این سال صنعت گردشگری با تامین امنیت در کشور رشد کرده و هزاران بازدید کننده عمدتاً گردشگران خارجی از مکان‌های تاریخی و جاذبه‌های طبیعی افغانستان دیدن کردند. بر اساس آخرین آمار وزارت اطلاعات و فرهنگ در سال جاری حدود 10,000 گردشگر خارجی از مناظر طبیعی و تاریخی ولایت‌های نورستان، بامیان، کنر، ننگرهار، پروان، کاپیسا، بدخشان، تخار، هرات، غزنی، قندهار و کابل بازدید کردند. این وزارت برای رفاه گردشگران در مناطق پربازدید 6 هتل جهت بوده باش احداث کرده است. به گفته خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ از آغاز حاکمیت دوباره امارت اسلامی تاکنون شمار گردشگران خارجی در افغانستان 5 برابر افزایش یافته است. همزمان با این شماری از شهروندان افغانستان هم به بیرون از کشور سفرهایی داشتند. بر اساس گزارش اداره ملی آمار ازبکستان در 10 ماه نخست سال 2025 میلادی شهروندان افغانستان بیشترین سفرهای تجاری را به این کشور داشتند. طبق این آمار از جنوری تا اکتبر نزدیک به 339,585 شهروند افغانستان به منظور تجارت و فعالیت‌های اقتصادی وارد ازبکستان شدند. رقمی که افغانستان را در صدر فهرست کشورهای خارجی از نظر شما سفرهای تجاری قرار می‌دهد. سال اول که امارت اسلامی حاکم میشه این حدود 500 و چند نفر می باشه. سال دوم این بیشتر از تقریبا 5,000 و باز به 8,000. این سال ما امکان 10,000 و بیشتر از 10,000 را میتیم که یعنی سال به سال آمار سیاحین بالا رفته میره. این البته سیاحین خارجی هست. در مبحث سیاحین خارجی دیگه تصویر خوبی از افغانستان ارائه شده برای مردم، برای جهانیان و ما امیدوار هستیم که در آینده های نزدیک که وزارت اطلاعات فرهنگی را درک کرده خدمات خوبی را ارائه بکنیم که چندی قبل ما 10 تن فارغین داشتیم در بخش‌های مختلف، در بخش توریسم و هتلداری که ما به شکل مسلکی خدماتی که نیاز دارن نمی سیاحین ارائه کرده باشیم. افغانستان در سال 2025 با خشکسالی‌های مکرر و بلایای طبیعی از جمله سیلاب‌ها و زلزله‌ها روبرو بود. رویدادهایی که میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داد. این پدیده‌های اقلیمی تولیدات کشاورزی را تهدید کرد، صدها خانواده را بی‌خانمان ساخت و هزاران تن را نیازمند کمک‌های فوری انسانی نمود. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث امارت اسلامی به خبرگزاری آفاق گفت که در سال جاری در پی رویدادهای طبیعی و غیر طبیعی 2961 تن جان باخته و 7183 تن زخمی شدند. به گفته حافظ محمد یوسف حماد سخنگوی این اداره در میان جان باختگان 1497 مرد، 1566 زن و 938 کودک شاملند. او افزود که در این رویدادها هزاران مسجد، مکتب، کلینیک، پلچک، کانال، چاه و کاریز تخریب شدند و بیش از 580 کیلومتر سرک و 180,300 جریب زمین زراعتی و باغ نیز آسیب دیدند. په همدې حال کې له پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ملي اداره له خپلو امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې او د همکارو مؤسسو په همکارۍ چې له دې ادارې سره هوکړلیک لري توانېدلی ده چې د 2015 کال له پیل څخه 440,406 کورنیو ته خوراکي، غیر خوراکي او نقدي مرستې وویشي چې له یادې جملې څخه 211,208 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي او 222,628 نورو کورنیو ته نقدي مرستې ویشل شوي دي
چې د ویشل شویو نغدو مرستو اندازه ټولټال 1 میلیارد و 293 میلیونه 222,916 افغانۍ کیږي. در عین حال اقتصاد کشور برای دومین سال متوالی با تمرکز بر کشاورزی، معادن و زیرساخت‌ها مانند جاده و پروژه‌های برق رشد کرد. بازگشت مهاجران تقاضا را افزایش داد، اما کاهش کمک‌های خارجی چالش‌های نیز ایجاد کرد. به گفته مسئولان حکومتی، پروژه‌های جدید جاده‌ای و انرژی پیشرفت‌هایی داشته‌اند. شالواری کابل در بحث جمع‌آوری عواید و همچنان اجرای پروژه انکشافی به گونه شفاف همه‌ساله بر شهروندان عزیز اطلاعات خود را می‌دهد. شالواری کابل به گونه مشخص سال گذشته نزدیک به 6.7 میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کرد که مطابق با پلان سال خود در بحث اجرای پروژه امور منفعه اجرات خود را انجام داد. امسال هم شالواری کابل در پلان خود 8.1 میلیارد افغانی پروژه انکشافی دارد که مطابق به تارگت عوایدی خود تنظیم کرده. سال 2025 در حال به پایان رسید که افغانستان در کنار دستاوردها هنوز هم با چالش‌های در زمینه مهاجران بازگشتی، فقر، تأثیرات اقلیمی روبروست. بر اساس برآوردهای بین‌المللی با وجود رشد اقتصادی و پیشرفت در زیرساخت‌ها و گردشگری در افغانستان، میلیون‌ها نفر همچنان به حمایت‌های بین‌المللی نیازمندند. و در خارج از کشور در سال 2025 میلادی اتفاقات زیاد در سطح جهان رخ داده که از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اهمیت داشتند. همکارم حضرت محمدی بیغش در این گزارش به مهمترین رویدادهای جهانی پرداخته است. در سال 2025 میلادی جهان شاهد مجموعی از رویدادهای مهم و تاثیرگذار بود. رویدادهایی که در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جهان اتفاق افتاد. در این سال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای بار دوم بر اریکه قدرت تکیه زد و تلاش‌هایی را برای ختم جنگ و منازعه در مناطق مختلف جهان آغاز کرد. ترامپ در کنار تلاش برای ختم جنگ در بخش‌هایی از جهان، اقدامات را نیز علیه چندین کشور از جمله ایران آغاز کرد که منجر به جنگ تمام عیار میان اسرائیل، ایران و امریکا شد. ترامپ با اوج درگیری میان اسرائیل و ایران با حمایت از اسرائیل دستور حمله مستقیم امریکا به ایران را نیز صادر کرد. در حمله اسرائیل به ایران بیش از 1000 تن جان باختند و نزدیک به 6000 تن دیگر زخمی شدند. آگاهان سیاسی ادعای ترامپ در مورد ختم جنگ در جهان را کاذبانه می‌دانند و می‌گویند که ترامپ نه تنها جنگی را در جهان خاتمه نداد، بلکه جنگ‌های دیگری در جهان را نیز آغاز کرد. آنان ادامه حمله به مردم غزه و دستور حمله به ایران و تحرکات در آب‌های ونزوئلا را از جمله این جنگ‌ها می‌دانند. ادعای ترامپ در ابتدای کمپاین ریاست جمهوری مبنی بر ختم جنگ‌ها کاملا یک امر کاذبانه و خلاف واقع ثابت شد. آقای ترامپ وعده داده بود اگر چنانچه به کاخ سفید راه پیدا بکند، جنگ‌های جاری در جهان را کنترل و اونها را خاتمه خواهد داد، اما متاسفانه برعکس نه تنها جنگ را خاتمه نداد، بلکه آغازگر جنگ‌های دیگری بود. پس از ختم جنگ تهران و تل‌آویو، اسرائیل که یکی از کشورهای مورد حمایت امریکاست به قطر حمله کرد. ترامپ سپس قراردادی را با قطر امضا کرد که حمله به حریم این کشور حمله به حریم امریکا قلمداد می شود. رئیس جمهور امریکا سپس طرح 20 ماده‌ای برای ختم جنگ در غزه را ارائه داد که منجر به امضای توافق صلح میان حماس و اسرائیل شد. توافقی که با حضور 20 رهبر جهان در شهر ساحلی شرم الشیخ به امضا رسید. این توافق هرچند شکننده است، اما تلاش‌ها برای اجرا شدن بخش دوم آن جریان دارد. حماس بارها اعلام کرده که این توافق از سوی اسرائیل صدها مورد نقض شده که در آن صدها فلسطینی جان باختند و بیش از 1000 تن دیگر زخمی شدند. توافق صلح غزه در سال 2025 به امضا رسید، اما احتمال این که اسرائیل به آن پابند بماند بسیار کم است، چون تجربه های تاریخی گذشته نشان می‌دهد که بنابر مشکلات و اختلافات داخلی که در اسرائیل وجود دارد و عدم ضمانت‌های جدی بین المللی، اسرائیل همواره آتش‌بس‌ها را نقض نموده است. بنابراین این آتش‌بس موقتی است و پایدار نخواهد. در این سال رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار از زمان بازگشت به قدرت برای 5 روز به آسیا سفر کرد.
او در این سفر با امیر و نخست وزیر قطر که از متحدان کلیدی در حفظ توافق صلح غزه اند هنگام توقف برای سوختگیری در هواپیمای حاملش دیدار کرد. او گفته بود که نیروهای حافظ صلح بین الملل به زودی در غزه مستقر می شوند. او در این دیدار هشدار داده بود که اگر تا 48 ساعت اجساد گروگانها از جمله 2 آمریکایی بازگردانده نشود، کشورهای داخل در روند صلح غزه اقدام خواهند کرد. امیدوار است که با پایان این سال و آغاز سال 2026 تلاش‌های جامعه جهانی نتیجه مثبت به خاطر حل تنش‌ها و جنگ میان حماس و اسرائیل داشته باشد و بالاخره مردم سرزمین فلسطین دارای یک سرزمین مستقل و واحد متکی با خود شوند و بتوانند دولت مستقل خود در سطح جهان داشته باشند. تلاش‌های ترامپ برای ختم جنگ اوکراین نیز به نتیجه ملموس نرسیده است. رئیس جمهوری آمریکا گفته که دیدارش با ولودیمیر زلنسکی برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیشرفت داشته، اما همچنان چالش‌های عمیقی باقی ماندند. در این سال درگیری‌ها در سودان ادامه یافت و بحران انسانی گسترده ایجاد کرد که توجه جهانی را به خود جلب نمود. همچنان محاصره دریایی ونزوئلا نیز بخشی از تحولات سال 2025 میلادی است که رئیس جمهوری آمریکا احتمال حمله نظامی به این کشور را نیز رد نکرده است. در سال 2025 تایلند و کامبوج پس از هفته‌ها درگیری مرزی بر سر اختلاف ارضی توافق آتشبس فوری امضا کردند. این آتشبس که از ظهر 25 دسامبر اجرایی شده شامل توقف حرکت نیروها و تعهد دو طرف به پایان دادن به حملات است. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعدی.